نون شامی محبوب دل ما آمولیاست. به حدی بافتش نرم و پنبه‌ایه که اگه یک بار بخورید عاشقش میشید. من اینجا مواد رو 2 برابر کردم، ولی اندازه دقیق مواد و تک تک نکات رو به طور کامل توی کپشن براتون توضیح دادم. تخم مرغ، شکر و وانیل رو با همزن دستی ترکیب کنید. بعد گلاب و ماست بهش اضافه کنید. اینجا هم نوبت اضافه کردن هیل و بیکینگ پودر است. در آخر هم آرد رو بهش اضافه کنید به همراه گردوی نیم کوب شده. غلظت مواد دقیقاً باید به همین صورتی باشه که توی فیلم مشخصه. این مواد نیاز به استراحت نداره. داخل تابه یا ظرف مورد نظرتون روغن بریزید. زمانی که روغن داغ شد از مواد قاشق بردارید و توی روغن سرخ کنید. بهتره که حرارت رو ملایم رو به کم بکنید و حتما روغن روی نون شامیاتون بپاشید که به همین صورت که میبینید گرد و توپی بشه. بعد خنک شدن روش رو میتونید با پودر قند تزیین کنید. اگه دوست دارید که داخل ملاقه سرخ کنید حتما باید از قبل ملاقه رو توی روغن داغ قرار بدید که مواد بهش نچسبه تا کاملا اندازه هاتون یک دست بشه. این پست رو سیو و لایک کنید. مرسی از همراهیتون.